با اطمینان کامل بهت میگم این شیرینی کشمشی خوشمزه ترین و با صرفه ترینه، چون چند تا رسیپی رو امتحان کردم و به این نتیجه رسیدم. راستی با روغن مایع درست میشه. تخم مرغ و شکر و وانیل و 5 دقیقه با دور تند هم بزن تا کاملا سفید و حجیم و سبک بشه. روغن و زعفرون رو هم اضافه کن و 30 ثانیه دیگه با دور کند هم بزن. آرد رو روی مواد علک کن و کشمش رو هم روی آرد بریز و آروم هم بزن و 1 قاشق غذاخوری پودر قند و همراه کمی بیکینگ پودر بهش اضافه کن. پودر قند مال اینه که روی شیرینی ها ترک بخوره. اگه دوست نداشتی میتونی حذفش کنی. لطفاً به غلظت خمیر شیرینی توجه بفرمایید و حتما کپشن رو هم مطالعه کنید. خمیر شیرینی رو درون قیف ساده میریزیم و مواد رو با فاصله پایپ میکنیم تا شیرینی هامون تو فر به هم نچسبن. این اندازه مواد 24 عدد شیرینی بهت میده. سینی رو داخل فر داغ میذاریم و مراقبیم که زیاد نمونه چون خشک میشه. همین که کمی زیر شیرینی هامون رنگ بگیره کافیه. عزیزان، در کنار 1 فنجون چای در کنار عزیزانتون خیلی میچسبه. حتما درست کنین و ازش لذت ببرین. ممنون که با نگاه گرمتون منو همراهی